خب سلام برای تایکو، چطورین؟ به تایکو سیتی خیلی خوش اومدین. مثلا تایکو هم امروز میخوام یه ویدیو خفن براتون بگیرم. آقا امروز میخوایم بریم 5 تا از موفق ترین آدمای جهان رو با دلیل اینکه چرا موفق شدن ببینیم، نه اینکه ببینیم ملاقات کنیم که اصلا میگن دیرو بابا، یعنی منظورم اینه که بریم ببینیم بخونیم دیگه. اولیش که ایلان ماسک، خب مغزش خیلی عجیبه و اصلا هیچ وقت نمیگه بسته دیگه. اول گفت ماشینا باید برقی بشن، برقی کرد. بعد گفت بریم مریخ، حالا نمیدونم رفتن یا خیلی دارن تلاش میکنن که برن، نزدیکن. و الان هم که میگه دیگه چیپست بندازیم رو مغز آدما وصلشون کنیم به وای فای. هیچ وقت نمیگه بسه دیگه، همش میگه نه یه چیز جدید. این از ایلان ماسک. دومی استیو جابزه. خیلی فکر عجیبی داشت و مثلا با یه اسم اپل که مثلا انگار یه برندی باشه تو ایران اسمش سیب باشه، کی میره بخره؟ با یه فکر سیب بعدن اون موقع همه میگفتن گوشی لمسی میخره. تا وقت اون موقع گوشی دکمه‌ای بود دیگه، میگفتن که گوشی لمسی میخره، ولی همه جا رو ترکوند و اپل رو درست کرد و همون چیزی که تو ذهنش بود و چیز کرد و الان انجام داد و الان دیگه یکی از گنده های جهان. اپل دیگه خیلی شرکت خفنیه. رونالدو یه آدم فقیر بدبختی بود، با اجازهتون خیلی فقیر بود دیگه، احتمالاً همه شنیدن دیگه اینا رو. فقیر بود، باباش معتاد بود، نمیدونم اینا، و نمیدونم به خاطر اینکه پول بدن بهش میرفت فوتبال بازی میکرد و اینا، و الان به بالاترین سطح فوتبال رسیده دیگه. گنده تر از اون دو تا مسی رونالدو، دیگه گنده تر از اونا وجود نداره. حالا یه سریا میگن مسی، یه سریا میگن رونالدو، ولی خب دیگه هم سطحن دیگه، دوتاشون هم خفنن. و انقدر تمرین کرد و رفت بازی کرد و اینا، الان به سطح بالایی از فوتبال دست پیدا کرد. چهارمی بیل گیتس. دست بیل یا بیل از این بیل کوچولوها هستن، بیل باغچه و اینا، چرت و پرت میگن دیگه. از یه گاراژ شروع کرد و الان بعد دیگه رسید به ساخت ویندوز رو ساخت و مایکروسافت رو ساخت و دیگه مایکروسافت هم که الان 1000 تا چیز لپتاپ و نمیدونم. آره دیگه، با ایکس باکس هم فکر کنم برای مایکروسافت دیگه. آره به نظرم، یادم نمیاد. بعد مارک زاکربرگ اینا همشون آدمای خیلی پول دارن. و ایلان ماسک پولدارترین آدم جهان. بیل گیتس هم مایکروسافت و اینا باز جزء پولدارترین آدمای فکر کنم دومی سومی. مارک زاکربرگ هم دوباره همون جوری. فقط رونالدو اونم باز پول داره، منتها از لحاظ فوتبال میشناسنش. استیو جابز هم که از لحاظ اپل میشناسنش، بازم پول داره. مارک زاکربرگ فیسبوک رو ساخت، توی خوابگاه دانشگاه برداشت فیسبوک رو ساخت و وقتی هنوز دانشجو بود. خیلی ایده ساده ای داشت که یه جایی بسازه مردم بتونن باهاش ارتباط بگیرن، توش با هم دیگه ارتباط بگیرن، عکساشون رو بذارن و اینا. بعدن یه چیز خیلی شبیه اون اینستاگرام، حالا نمیدونم مارک زاکربرگ که نساخت، ولی خب فیسبوک رو اون ساخت و معروف شد، پولدار شد و ترکوند. و دیگه همینجوری دیگه. آقا چنل رو ساب کن، زنگوله رو بزن، دکمه لایک رو بزن تا ویدیوی دیگه. فعلا خدا نگهدار.